بسیار خوب. امروز میخوایم تئوری رشد روانشناسی اجتماعی اریکسون رو بررسی بکنیم. اریکسون اومد و این بحث رو مطرح کرد که فرد در طول فرایند رشد خودش یک مراحلی رو در ارتباط با اجتماعی که داره توش رشد میکنه طی میکنه. نوع ارتباطش با اون اجتماع و با اون محیط تعیین کننده این هست که آیا مراحل رشدی رو میتونه به بهترین شکلش و به بهینه ترین شکلش طی بکنه و یا اینکه در اون مراحل اختلالاتی رو خواهد داد و فرد در فرایند رشدی خودش با موانعی مواجه خواهد شد. به همین دلیل هست که در واقع اسم تئوری خودش رو Psychosocial Development Theory گذاشت، یا به عبارت دیگه تئوری رشد روانی اجتماعی. این تئوری یکی از تئوری‌های خیلی پرکاربرد در مشاوره رواندرمانی و روانکاوی هستش. امروز ما میخوایم این مدل رو بررسی بکنیم. خب یه نگاه خیلی کلی به این 8 مرحله‌ای که اریکسون معرفی کرد ابتدا میندازیم تا بعد عمیق‌تر داخل هر مرحله وارد بشیم. مرحله اول مرحله هست که بین زمان تولد تا 1 سالگی اتفاق میفته. مرحله تراست یا میستراست هست. مرحله دوم مرحله هست که فرد در بین 1 تا 3 سالگی تلاش میکنه استقلال خودش رو به دست بیاره. توی مرحله سوم فرد در واقع میخواد که بین 3 سالگی تا 5 سالگی تلاش کنه که یک استقلال رو عمقی ببخشه و در واقع بتونه کارهایی رو با در واقع اولویت خودش و با اینیشیشن خودش به پیش ببره. بعد از اون در مرحله چهارم بین 6 تا 11 سالگی فرد داره تلاش میکنه توانمندی خودش رو در خلق و خلاقیت در واقع به منصه ظهور بذاره و اونها رو بیرون بیاره. توی مرحله پنجم که در واقع ما وارد دوره اه، م، اون ادالسنس یا نوجوانی میشیم، فرد دچار بحران هویت میشه و داره تلاش میکنه توی محیطی که وجود داره، توی دنیایی که در واقع درونش قرار گرفته، اون هویت خودش رو ام، بشناسه و اون رو جا بندازه. بعد از اون در مرحله 20 تا 40 سالگی فرد میخواد که اون روابط صمیمی و صمیمیت رو شکل بده و یک عمقی به روابط فردی خودش بده. توی 40 تا 65 سالگی فرد در واقع میخواد که بهره‌وری خودش رو به جهان ارائه بکنه و اون کاری که در واقع حاصل خلقیه که خودش در اثر آموزه هاش و مراحل قبلی که طی کرده به دست آورده رو به صورت یک محصول به دنیا ارائه بکنه. توی مرحله هشتم که در واقع طبق نظریه اریکسون که بعدها توسط همسرش در سالهای پایانی عمر همسرش یک مرحله به این مرحله اضافه شد، ولی خب توی مدل اریکسون ما 65 سال به بالا رو داریم. فرد در واقع به اون انسجام و کلیت زندگی که داشته نگاه میکنه و تلاش میکنه که نسبت به اون یک درک و یک معنایی پیدا بکنه. اما حالا سوال این هستش که ما چطوری میتونیم از این مراحل برای درک و شناخت هم خودمون و هم مراجعینمون استفاده بکنیم. پس بیاین یه نگاه عمیق‌تری به این مراحل بندازیم و ببینیم که در واقع چه اتفاقی توی هر مرحله میفته. توی مراحلی که هست 2 تا مفهوم اینجا وجود داره که ما باید این رو به درستی درکش بکنیم. من بالاتر گفتم که اریکسون این رو مطرح کرد که فرد در طول فرایند رشد خودش در ارتباط با اجتماع ممکنه که این مراحل دچار اختلالاتی بشه.
حالا این اختلال به چه شکل هایی میتونه اتفاق بیفته؟ دو شکل از اختلال رو در واقع اریکسون معرفی کرد. یکی مال اداپتیشن، به معنی که فرد اون مرحله رو طی میکنه اما به یک شکل ام، در واقع ناکارآمد و معیوبی در واقع اون رو طی میکنه. یا مالگننسی، یا به عبارت دیگه در واقع فرد به یک شکل بیمارگونه ای از اون مرحله اجتناب میکنه و اون مرحله رو به تکامل نمیرسونه. حالا با این مفهوم، یعنی این دو شکل اختلال، اه، ما بیایم نگاه کنیم ببینیم که مراحل چطوری ممکنه که در واقع طی بشن و اختلالات چجوری ممکنه که شکل بگیرن. توی مرحله اول که مرحله تراست یا میستراست هست، فرد از خودش میپرسه آیا من این دنیایی که توش قرار گرفتم رو میتونم بهش اعتماد بکنم یا نه. مال اداپتیشن به این معنا هستش که من به دنیا اعتماد میکنم اما به یک شکل بیمارگونه، به این معنا که من به شکل اه، در واقع افراطی و ساده لوحانه‌ای به دنیا اعتماد میکنم. در این حالت اتفاقی که میفته اینه که مثلا اون سیستم احساسی و درک ما از اطرافمون و از دنیای اطرافمون دچار اختلال میشه و ما متوجه در واقع اون پیام هایی که از محیط میگیریم که شاید جایی غیر قابل اعتماد باشه نمیشیم. توی حالت در واقع مالیگننسی کاملا حالت متقابل و متضاد این رخ میده، به این معنا که فرد به شکل عمیقی به دنیا بیاعتماد میشه، به هیچ کس اعتماد نمیکنه، بدبین میشه و به نوعی از ارتباط دوری میجویه و در واقع دنیا رو جای قابل اعتمادی نمیبینه. حالا من به این اسلاید بعدا برمیگردم، به این سری اسلایدها، تا نگاه کنیم که ما چجوری میتونیم اینها رو توی جلسات در واقع مشاوره بپرسیم. شاید هم میشه همینجا در موردش صحبت کرد بدونی که بعدا برگردیم. مثلا شما ممکنه که توی جلسات تراپی متوجه این بشین که فرد داره نشانه های از اعتماد زیاد یا عدم اعتماد زیاد در واقع از خودش نشون میده. اونجاست که میخواید که سر این رشته‌ای که به دستتون اومده رو بگیرید و در واقع کنکاش بیشتری در این مورد انجام بدید. یه سری سوالایی که خوبه و میشه تو این زمینه پرسید، که البته باید این سوالا رو در واقع خیلی با شرایط محیط جلسه مشاوره در واقع تنظیمش کرد. سوال اول اینه که تو وقتی که بچه بودی یا وقتی که کودک بودی چه چیزی بهت احساس امنیت یا احساس عدم امنیت میداد؟ و دوم اینه که در مورد دنیای امروز ازش سوال کنیم. آیا تو فکر میکنی که ما تو دنیای امروز میتونی به کسی و به دیگران اعتماد بکنی یا نه؟ توی سومی اینه که اگر که اعتماد تو به دیگران از بین بره چه اتفاقی برات میفته؟ اگر که متوجه بشی که یک فردی که قابل اعتماد بوده، که ممکنه در مورد اون توی جلسات تراپی در مورد اون فرد صحبت کرده باشه، اگر متوجه بشی که قابل اعتماد نیست یا این احتمال که ممکنه قابل اعتماد نباشه، چه تأثیری روی زندگیت میذاره؟ و آیا اینکه قسمت هایی تو زندگی تو هستن که تو کاملا و عمیقا احساس عدم اعتماد و عدم امنیت داری نسبت به اون قسمت ها و ابعاد زندگیت؟ یا اینکه چی میتونست اتفاق بیفته تا تو دنیا احساس امنیت بیشتری بکنی؟ اینا سوالاتی هستن که ما میتونیم برای این مرحله بپرسیم. توی مرحله دوم فرد در واقع میخواد که استقلال خودش رو به دست بیاره و اگر این مرحله با حمایت اطرافیان و پدر و مادر و محیط همراه نباشه، فرد ممکنه که در خودش احساس شرم و یا احساس شک به خودش رو بکنه و احساس کنه که
نمیتونه و یا نباید در واقع نسبت به محیط، عذرخواهی میکنم، نباید که برای خودش استقلال قائل باشه. توی 1 تا 3 سالگی اتفاق میفته. مال ادپتیشنش به این صورته که خیلی در واقع یک استقلال خیلی افراطی پیدا میکنه، تصمیمات تکانشی میگیره و اون استقلال فردیش به یک شکلیه که در واقع دیگران رو نادیده میگیره و فقط به این فکره که اون حق رأی و استقلال رأی خودش رو در واقع به کرسی بنشونه. توی حالت مقابلش به این صورت هستش که یک احساس در واقع اجبار درونی میکنه برای اینکه جلوی خودش رو برای مستقل بودن، ابراز خودش در واقع بگیره. یک خودکنترلی خیلی افراطی و شدیدی رو داره. به شدت از اشتباه کردن میترسه برای اینکه برای خودش استقلال و آزادی رو قائل نیست. بعضی از سوالایی که ما میتونیم توی جلسه بپرسیم اینه که آیا با این که برای خودت تصمیمات خودت رو بگیری احساس راحتی میکنی یا نه؟ یا اینکه وقتی که اشتباهی میکنی چه احساسی میکنی یا چطور به اون اشتباه خودت عکس العمل نشون میدی؟ ام، وقتی که دوران کودکی تو سپری میکردی آیا در واقع بیشتر سرزنش میشدی یا بیشتر تشویق میشدی برای اینکه کارهایی رو که میخوای انجام بدی؟ و اگر اشتباهی میکردی عکس العمل اطرافیانت چه بود؟ ام، آیا همین الان اگر زمانی رو برای فضای شخصی خودت و آزادی خودت احساس بکنی که نیاز داری، آیا نسبت بهش در واقع احساس گناه میکنی یا که به طور کلی چه احساسی داری با اینکه فضای شخصی خودت رو داشته باشی؟ و تو چه حالتی میشه که تو خیلی احساس اعتماد به نفس میکنی در دنیا و زندگی کنونیت؟ تو مرحله سوم در واقع فرد یک اینیشیتیو، در واقع میخواد که اینیشیتیو باشه و در واقع شروع به اقدام بکنه، خلاق باشه و بتونه در واقع تصمیم هایی رو بگیره، کارهایی رو، پروژه هایی رو شروع بکنه که شروع کنندش خودش هستش. توی 3 تا 6 سالگی در واقع این اتفاق میفته و تو حالت مال در واقع فرد خیلی یک بلند پروازی هایی رو داره که نادیده میگیره دیگران رو، خشنه و میخواد که در واقع دست به هر کاری بزنه و در واقع روتلس میشه و میخواد که بدون اینکه دیگران رو در نظر بگیره بره به سمت بلند پروازی هاش. و در حالت مقابلش اینهیبیشن و در واقع اون خیشتنداری و خود کنترلی بسیار افراطی و اینکه اصلا دست به عمل نمیزنه و به شدت از اینکه کاری رو شروع بکنه و برای خودش این هویت رو قائل بشه و اون استقلال رو قائل بشه که بخواد کاری رو با نظر خودش شروع بکنه قائل نیستش. بعضی از سوالایی که میشه پرسید مثلا اینه که آیا خیلی به قول معروف مستقیم میشه پرسید که آیا احساس میکنی که احساس راحتی میکنی که توی زندگیت یک کاری رو شروع بکنی یا نه؟ یا اینکه وقتی که تو دوران کودکیت بودی کسی در واقع تلاش میکرد که به تو بگه که تو داری بیش از حد خود ابرازی میکنی وقتی که تلاش میکردی که یه کاری رو برای خودت شروع بکنی و یه کاری رو تو شروع کنندش باشی. یا اینکه وقتی که نسبت به یک چیزی که شروع میکردی و براش هیجان زده بودی و برای اون پروژه که خودت شروع کردی احساس هیجان داشتی، آخرین بارش کی بوده؟ و یا اینکه م، اگر بخوای که یه کاری رو برای خودت امروز شروع بکنی چه چیزایی مانعت میشه؟ اون موانعی که در واقع داری باهاش توی ذهن خودت کلنجار میری کدوم ها هستن؟
توی مرحله نوجوانی. البته شاید توجه کرده باشید که این فاصله سنیات با اسلاید قبلی تفاوت داره، با این اسلایدی که اینجا بود. ولی دلیلش این هستش که تو منابع جدیدتر بعضی از این حوزه های سنی تغییر پیدا کرده، مثلا به خاطر اینکه تعریف ما از دوره نوجوانی و درک ما از نوجوانی داره تغییر میکنه و الان بازه طولانی تری رو برای دوره نوجوانی در نظر میگیرن. تو مرحله پنجم فرد تو دوره نوجوانی خودش میخواد که اون هویت فردی خودش رو پیدا بکنه و میخواد بفهمه که تو این دنیا کجا قرار گرفته، به کجا میخواد بره. اگر که در واقع خیلی به یه شکل افراطی این مرحله رو به و یا به شکل بیمارگونهش این مرحله رو به تکامل برسونه، در واقع یک هویت در واقع خیلی محکم و غیرقابل تغییری برای خودش ایجاد میکنه که در آینده به خودش اجازه این تغییر رو میخواد که نده. و یا اینکه خیلی رویاگونه نگاه میکنه به اون در واقع و یک فانتزی میسازه از اون خود رویاییش. در مقابل اون حالتی هستش که رپیودیشن اتفاق میفته و اینکه اصلا نمیتونه بفهمه که کجا هست، کی هست، کجای دنیا قرار گرفته و در نهایت هیچ درکی ازش پیدا نمیکنه. به عبارت دیگه توی این مرحله یا فرد اگر که اختلالی رخ بده، یا فرد داره یک هویتی رو تصمیمش رو میگیره خیلی ریجیده و خیلی فانتزیه و ارتباطی با واقعیت اون خود ایدئال و اون فانتزی که ساخته نداره، و یا اینکه اصلا هیچ درکی نداره که کی هست، کجا داره میره و در نهایت هیچ تصویری از خودش نداره. من یکی دو تا از سوالا رو بیشتر نمیخونم توی این مرحله. مثلا خیلی سوال خیلی خوبی که میشه پرسید اینه که آیا احساس فشار میکنی که باید به یه شکل خاصی و یک فردی با یک هویت، با یک تیپ خاصی توی این دنیا باشی یا نه؟ و بعد میشه این سوال رو در واقع پیگیری کرد که از طرف چه کسی این احساس رو میکنی و اونها که اون فشارها از چه جانبیه و شکلشون در واقع به چه شکلیه. و یا سوال بعدی که میشه پرسید اینه که اون قسمت هایی توی وجود خودت رو میتونی شناسایی بکنی که مجبوری قایمش بکنی، یا اینکه در واقع از طرف دیگران پذیرفته نمیشه. این سوال ها رو میشه در واقع عمیق‌تر شد و اگر بسته به جوابی که و جهتی که در واقع جلسه مشاوره میگیره میشه به ابعاد عمیق‌تری رفت. توی مرحله بعد فرد داره تلاش میکنه که یک هویت خیلی عذر میخوام، یک صمیمیتی رو شکل بده و یک رابطه عمیقتری رو با دنیای خودش بسازه و اون رابطه صمیمی و رابطه های در واقع میشه گفت همون رابطه رمانتیک هستش با یک پارتنر. از 18 یا تو مدل های جدیدتر از 20 سالگی تا 40 سالگی در واقع اینها سن بهینه ای هستن که بهتره که رخ بدن و اگر که رخ بده از نظر اریکسون بهترین زمانیه که رخ داده و فرد میخواد ببینه آیا میتونه روابط نزدیکی رو بسازه یا نه. یا توی حالت پرامیسیکویتی در واقع فرد این حالت بهش دست میده که تو روابط خیلی زیادی میره و دائما انگار که از این سوال جواب نمیگیره که آیا من میتونم روابط نزدیکی رو بسازم یا نه. روابط زیادی رو تجربه میکنه، توی روابط نزدیک و صمیمی زیادی میره یا توی یک رابطه نزدیک محدودی میره، ولی اون روابط عمق پیدا نمیکنن، حالا چه یکی باشه، چه 10 تا باشه، چه تعداد زیادی باشه، چه تعداد محدودی باشه. ولی فرد نمیتونه که در واقع یک عمقی به اون روابطش بده، در واقع به یک شکل خیلی سطحی وارد اون رابطه ها میشه. توی حالت در واقع مالگننسیش یا در واقع پس زدن این مرحله به این حالت میشه که خیلی سعی میکنه خودش رو جدا بدونه و خودش رو خیلی آدم یا یک موجود خیلی خاصی بدونه
در واقع کاری که داره میکنه اینه که از نظر احساسی با دیگران فاصله میگیره، از نزدیک شدن به دیگران به شدت ترس و واهمه داره و در واقع اصلا وارد روابط نمیشه. ام، خب هر دو اینها میبینیم که عمقی توش نداره، توی یکی اصلا وارد رابطه نمیشه، توی دیگری وارد رابطه میشه اما اون روابط عمقی پیدا نمیکنن. من میخوام اینجا یه پرانتزی باز کنم و بگم که اولا میشه بین این، همونطور که میبینید، بین این مراحل و شکلی که این مراحل توی سالهای اولیه زندگی در واقع دچار اختلال شده ارتباطی دید با اینکه تو بزرگسالی تو مراحل بعدی چه اختلالاتی میشه در واقع حاصل بشه. به اضافه اینکه خیلی خوبه که ما شروع کنیم یک ارتباطی رو بین نظریات مختلف پیدا بکنیم و ببینیم تا بتونیم در واقع از این ابزارها خیلی با دید بازتری استفاده بکنیم. برای مثال این مرحله اینتیمسی خیلی خوب و به اضافه مرحله تراست و میستراست رو اگر دوست داشته باشین میتونین بهش فکر بکنین که چه ارتباطی پیدا میکنن با در واقع تئوری های اتچمنت. برگردیم سر سوالاتی که میشه پرسید. من یکی دو تا رو بیشتر اشاره نمی کنم، بقیه توی همین اسلاید ها هست میتونید که ببینید. مثلا این که آیا برات راحته که خودت رو به دیگران در واقع گشوده کنی و در واقع بتونی که با دیگران به راحتی در مورد خودت صحبت کنی و خودت رو به اونها نشون بدی؟ ام، یا اینکه آیا در گذشته روابطی داشتی که فکر کنی به تواناییت برای اعتماد کردن به دیگران در واقع تاثیر گذاشت؟ مرحله هفتم و هشتم در واقع مراحلی هستن که فرد داره توی مرحله هفتم داره تلاش میکنه در واقع خودش رو و اون محصولش رو و اون در واقع هدیهش رو به دنیا و محصولش رو به دنیا ارائه بکنه و سوالش اینه که آیا من میتونم به این دنیایی که توش به دنیا اومدم در واقع یک خیری برسونم و یک کمکی به این دنیا کرده باشم، کانتریبیوتی به این دنیا کرده باشم. توی حالتی که بگه بله ولی به یه شکل افراطی و به یه شکل بیمارگونه، اینه که میگه بله ولی بسیار مسئولیت های زیادی رو به عهده میگیره و نمیتونه تصور بکنه که کاری توی این دنیا انجام بشه بدون اینکه در واقع مسئولیت اون باشه یا اون نقشی توش نداشته باشه و به یک حتی مرز یک طورایی اگزاشن و خستگی میرسه و فرسودگی میرسه. توی حالت مالگننسی یا در واقع پس زدگیش در واقع اصلا میگه که نه، من قبول نمی کنم، من اصلا علاقه به این موضوع ندارم، نسبت به دنیا بدبین میشه و تلاش میکنه که بگه که اصلا نمیشه به این دنیا کمکی کرد و در واقع سعی کنه اینطور بگه که من اصلا نمیتونم نقشی داشته باشم یا اصلا نمیشه در این دنیا نقشی داشت و به این شکل در واقع هیچ مسئولیتی، هیچ محصولی و هیچ پروژه‌ای رو از خودش خلق نمیکنه. مثلا از سوالاتی که میشه پرسید اینه که آیا هیچ وقت احساس میکنی که تو مسئول این هستی که مشکلات دیگران رو حل کنی یا اشکالاتشون رو در واقع اصلاح کنی؟ چه وقتی این رو توی اشیا و توی حوادث و توی رویدادهای زندگی میبینی، چه وقتی که این رو توی افراد و آدمای دور و برت میبینی؟ این چی باعث میشه که تو احساس کنی که یه جای گیر کردی یا اینکه هیچ در واقع انگیزه ای نداری برای اینکه بخوای کاری انجام بدی؟ و یه سوال خوب دیگه که میشه پرسید که ربط داره به این در واقع مال ادابتیشن اینه که از خودت چطور مراقبت میکنی و در حالی که داری از دیگران مراقبت میکنی، مراقبت کردن از خودت کجای قصه قرار میگیره؟ و مرحله آخر که در واقع اون مرحله هستش که فرد یا احساس غرور داره، احساس انسجام و صداقت داره نسبت به زندگی که پشت سر گذاشته و یا احساس در واقع به نوعی بیهودگی میکنه.
در واقع میخواد بپرسه که آیا من یک زندگی معنیداری رو پشت سر گذاشتم یا نه. و یه خیلی تو حالت مال اداپتیشنش خیلی پریسامشوسه و فکر میکنه که من در واقع کارهای زیادی کردم و نقش زیادی داشتم و در واقع کانتریبیوشن زیادی به این دنیا داشتم. اما اه، در واقع خیلی به شکل غیر واقعیه و در واقع اون غروری که داره از خودش نشون میده چیزی نیست که براش تلاش کرده باشه و دستاوردهایی باشه که در واقع خودش ساخته باشه. و تو حالت مقابلش اینه که فرد احساس میکنه که خیلی بیهوده بوده و پر از حسرته و احساس بی‌معنی بودن در زندگیش میکنه و بسیار انسان تلخی میشه. و میشه همین سوالات رو ازش پرسید که آیا احساس میکنی که چیزی هست که ازش بهش در واقع مفتخری و افتخار میکنی بهش؟ چطور زندگی خودت رو در واقع میبینی و تو چه جاهای این زندگی خیلی در واقع درخشان بوده از دید خودت؟ کدوم قسمت از بخش ها کدوم قسمت از زندگیت هست که دلت میخواست تغییرش بدی اگر که دوباره انجامش میدادی؟ ام، و اینکه تو اگر بخوای یک زندگی رو که خوب زیسته شده تعریف بکنی، اون رو چطور تعریف میکنی؟ اینا مراحلی هستن که در واقع تو این ویدیو ما توضیح دادیم که مراحل رشد اریک اریکسون توی تئوری در واقع روانی اجتماعیش چطور طی میشه. من توی یک ویدیوی دیگه تلاش کردم که در واقع ما کمی این مفاهیم رو برای جلسات مشاوره با هم دیگه تمرین بکنیم. این ویدیو معرفی نظریه اریک اریکسون بود و توی ویدیوی بعدی من تلاش میکنم که ما با هم تمرین کنیم و فکر میکنم که اون خیلی هم باید امیدوارم یعنی که هیجان انگیز باشه. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین. اگر که دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.